در 15 مرداد 1370 شاپور بختیار و منشی وی سروش کتیبه در خانه مسکونی بختیار در اطراف پاریس به صورت وحشتناکی به قتل رسیدند. ترور توسط گروهی 3 نفره فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد که در قالب حامیان و دوستداران بختیار توانسته بودند به اقامتگاه وی نفوذ کنند صورت گرفت. شاپور بختیار سیاستمدار سوسیال دموکرات ایرانی بود که از 15 دی تا 22 بهمن 57 به عنوان 40مین نخست وزیر ایران فعالیت کرد. او دبیرکل سابق حزب ایران، عضو اخراج شده جبهه ملی ایران و بنیانگذار نهضت مقاومت ملی ایران بود. وی از منتقدان محمد رضا پهلوی بود و پس از سقوط محمد مصدق به همراه مهدی بازرگان و سید رضا زنجانی نهضت مقاومت ملی را تشکیل داد. پس از آن نیز چندین بار به زندان افتاد. بختیار در 15 دی 57 با محمد رضا پهلوی بر سر نخست وزیری به توافق رسید. حکومت بختیار نخستین دولت مخالف نحوه حکومت شاه پس از کودتای 28 مرداد بود. او در زمان نخست وزیری در میان مردم از حمایت بسیار کمی برخوردار بود. محمد رضا پهلوی که در آن زمان حکومتش رو به زوال بود و بیش از هر زمان دیگر واشنگتن نسبت به بقای حکومتش بی‌اعتماد شده بود، در جستجوی شخصی بود که با خروجش از ایران در شرایط قابل قبول و محرمانه موافقت کند. به همین منظور ابتدا با احمد بنی احمد و کریم سنجابی دیدار و از آنها درخواست پذیرش نخست وزیری دولت رو کرد. سنجابی با استناد به اعلامیه 3 ماده‌ای حاضر به پذیرش مصالحه با شاه و پذیرش این سمت نشد. محمد رضا پهلوی سپس با مظفر بقایی و غلام حسین صدیقی دیگر رهبر جبهه ملی دیدار کرد و به آنان پیشنهاد در دست گرفتن حکومت را داد، اما هر یک از آنان به دلایلی از پذیرفتن حکومت سرباز زدند. پیشنهاد نخست وزیری شاه به صدیقی و بقایی به این دلیل شکست خورد که هر دو شرایطشان ماندن محمد رضا پهلوی در ایران جای دور از تهران بود. استدلالشون این بود که حضور شخص شاه در ایران به دلیل ارتباط نزدیکی که با ارتش دارد سبب حفظ یکپارچگی و انسجام ارتش میشه. فرج سرکویی مینویسه که شاه در سال 57 دستور آزادی بختیار را از زندان داد و در ادامه انتخابهایش در اواخر سال 57 از او به ناچار در دیدار خصوصی در کاخ نیاوران تهران میخواد که مقام نخست وزیری رو قبول کنند. شاه در کتاب پاسخ به تاریخ مدعی که شاپور بختیار توسط سپهبد مقدم رئیس ساواک با توجه به تماس‌های قبلی که توسط جمشید آموزگار صورت گرفته آمادگی خودش رو برای نخست وزیری اعلام کرده. درخواست بختیار از شاه تشکیل یک شورای نیابت سلطنت پیش از خروج شاه از کشور و عکس رأی از 2 مجلس می باشه. اما عباس میلانی با استناد به کتاب پاسخ به تاریخ از قول شاه چنین می نویسه که با بیمیلی و اکراه و به خاطر فشار خارجی با انتصاب بختیار به سمت نخست وزیری موافقت کردم. همیشه او رو دوستدار انگلیس و جاسوس پترولیوم انگلیس می دانستم. اما بالاخره بعد از دیدار با لورد جورج براون وزیر امور خارجه وقت انگلیس تصمیم گرفتم نام بختیار رو به عنوان نخست وزیر اعلام کنم، چرا که دیگه برگ برنده‌ای نداشتم. قبل از اینکه بریم ادامه ویدیو رو ببینیم خوشحال میشم ویدیوی من رو لایک کنید. بختیار با ارائه شرایط 7 گانه از جمله شاه از کشور خارج بشه، انتخاب وزرا منحصر به خودش باشه، ساواک منحل بشه، تبعید 14 تن از نظامیان سرسخت از جمله غلام حسین اویسی زندانیان سیاسی آزاد بشن، شرایط آزادی مطبوعات فراهم بشه و کمیسیون شاهنشاهی که در تمام امور دخالت میکنه حذف بشه. پذیرفت که ریاست یک دولت غیر نظامی رو بر عهده بگیره. شاه با قبول تمامی شرایطش در 9 دی 57
بختیار را به عنوان نخست وزیری منصوب کرد. بختیار در همان بدو نخست وزیری با حضور در احمدآباد تبعیدگاه مصدق و سوگند یاد کردن بر مزار او با آرمان‌های مصدق تجدید میثاق کرد. او با تقدیم لایحه قانونی به هیئت رئیسه مجلس خواستار اعاده حیثیت از محکومان دادگاه نظامی از تاریخ 28 مرداد 32 به این سو و محاکمه همه نخست وزیران و وزیران دولت‌های 25 سال اخیر شد. از دیگر نخستین تصمیمات او برداشتن تصاویر رسمی شاه دفاتر سفارتخانه‌های ایران در خارج از کشور است. از جمله کارهای وی در سمت نخست وزیری به دلیل کاهش درآمد نفتی قرارداد نظامی ایران با آمریکا به میزان 10 میلیارد دلار که برای خرید صدها موشک و هواپیمای F-16 بود را لغو نمود. جیمی کارتر و برژینسکی بسیار نگران این قرارداد و سلاحی که به دست ایران می رسید بودند و کارتر 2 روز پس از ورود خمینی به ایران این لغو قرارداد را امضا نمود. بختیار در مصاحبه اعلام کرد که هیچگاه مخالف روحانی که کار روحانیت را صرفاً انجام دهد نیست و خلاف این را مغایر با اصول آزادی می‌دونه. او با روحانیتی که میخواد بر تمام کشور حکومت کنه و در امور سیاسی دخالت ورزه به شدت مخالفه و این جزء موضوعاتی بود که هیچ وقت قبول نخواهد کرد. بختیار وعده ساخت واتیکانی رو در قم داد تا روحانیون بتونن تنها در آنجا شبکه اجتماعی و حیطه قدرت خودشون رو گسترش بدن. بختیار در مصاحبه با روزنامه لومتن گفت جمهوری اسلامی خمینی یک مجهول مطلق است. اگر کسی برای فهمیدن این موضوع به متون گذشته مراجعه کنه پشتش به لرزه در میاد. او نه تعدد گروه‌های سیاسی رو میپذیره و نه دموکراسی رو. میخواهد روحانیت قانونی الهی رو اجرا کنه. همه چیز اینجا شروع میشود و اینجا تمام میشود. در تابستان 1359 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تیمی به رهبری انیس نقاش مأمور ترور شاپور بختیار کرد که با هوشیاری محافظان و مأموران پلیس فرانسه نافرجام ماند. هرچند بختیار از این سوء قصد جان سالم به در برد، اما در این ماجرا یک پلیس جوان زخمی و فلج شد و یکی از همسایگان خانه بختیار به قتل رسید. انیس نقاش توسط پلیس فرانسه دستگیر و به حبس ابد محکوم شد، اما پس از مدتی و در تبادل با گروگان‌های فرانسوی در لبنان از طرف دولت فرانسه مورد عفو قرار گرفت و به جمهوری اسلامی تحویل داده شد. انیس نقاش بعد از آزادی در ایران اعلام کرد که این تیم از سوی مسئولان جمهوری اسلامی برای قتل شاپور بختیار اعزام شده بودند. دومین سوء قصد در 15 مرداد 1370 صورت گرفت. شاپور بختیار و منشی وی سروش کتیبه در خانه مسکونی بختیار در اطراف پاریس به صورت وحشتناکی به قتل رسیدند. ترور توسط گروهی 3 نفره فریدون بویراحمدی، محمد آزادی و علی وکیلی راد صورت گرفت. فریدون بویراحمدی عضو شورای نهضت مقاومت ملی ایران بود و از سالها پیش به منزل بختیار رفت آمد داشت. با وجود محافظت شبانه روزی از خانه بختیار و وجود 13 محافظ مسلح، قاتلان از خانه وی خارج و متواری شدند. جسد شاپور بختیار و سروش کتیبه در حالی که 48 ساعت از مرگ آنها گذشته بود پیدا شد. بعد از چند روز علی وکیلی راد در لوزان سوئیس دستگیر و به فرانسه تحویل داده شد. او در جریان محاکمه‌اش بیان کرد که این ترور با دستور مسئولان وقت جمهوری اسلامی ایران انجام شده. زمانی که فرضیه دست داشتن حکومت ایران در ترور بختیار مشخص شد، یکی از دخترانش توانست در دادگاهی از سران جمهوری اسلامی شکایت کنه. شاهین تاج بختیار، همسر دوم بختیار و گودرز بختیار، پسر او، هم توانستند به همین اتهام از جمهوری اسلامی در دادگاه‌های آمریکا شکایت کنند. همچنین بنی صدر علیرغم اختلافات دیرینه‌ای که با بختیار داشت در دادگاه بختیار حاضر شد و به نفع او شهادت داد.
اکبر هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات سال 1370 خود به اطلاع رسانی علی فلاحیان از ترور بختیار اشاره میکنه، در حالی که طبق گزارش رسمی پلیس فرانسه کشته شدن شاپور بختیار و منشی او 48 ساعت بعد از قتلش معلوم شد. یعنی اطلاع پلیس فرانسه حاضر در محل از قتل بختیار 24 ساعت پس از اطلاع هاشمی رفسنجانی در تهران است. به این ترتیب هاشمی رفسنجانی در کتاب خاطرات خودش صریحاً به آگاه بودن وزارت اطلاعات کشور از موضوع قتل بختیار 1 روز پیش از کشف جسد وی اعتراف میکنه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره و ویدیوی منو با دیگران به اشتراک بذارید.